توی آلبوم سیمرغتون شاید بیشتر سوالام فوکوس روی همون آلبوم سیمرغه، چون به نظر من یک شاهکار موسیقی ایران و واقعا شاید بتونیم بگیم در مسیر کاریه که فردوسی انجام داد. میخوام این ازتون بپرسم که چی شد علاقمند شدید که با شاهنامه برید جلو، چون میدونم کمتر آهنگسازی جسارت روبرو شدن با شاهنامه رو داره. حالا اون چیزی که من به عنوان یه مخاطب عام موسیقی دیدم و شنیدم و میخوام ببینم این انگیزه از بچگی در شما بود؟ آیا توی خانواده‌ای بودید که شاهنامه میخوندن؟ آیا داستان‌های شاهنامه براتون انقدر برد و انقدر جالب بود که 4 سال از عمر گرانمایه‌تون رو گذاشتید که این کار رو انجام بدید؟ و خیلی جالبه برام. خب از خانواده اگه بخوام شروع بکنم، پدر و مادر من اگرچه در واقع سواد پیشرفته‌ای نداشتن، ولی بر یک چیز هر دو متفق القول بودن که بچه‌ها حتما میبایستی درس بخونند و مسیر دیگری رو برن. به خاطر همین به خصوص مادر من خیلی فداکاری میکرد برای اینکه بچه‌ها راحت باشن. بزرگترهای من، البته من جوانترین فرزند یک خانواده در واقع 10 نفری هم، غیر از پدر و مادر 8 تا خواهر و برادر، من جوانتر هستم. در نتیجه میتونید تصور کنید وقتی که 8 تا بچه توی خانواده باشه، برادر بزرگ من 21 سال از من مسن‌تر بود در واقع. چقدر برادری که الان دیگه زنده نیست متاسفانه. و این بچه‌ها رو تشویق کردن به درس خواندن و همین درس خواندن بچه‌ها باعث شد که همه اهل ادبیات شدن. موسیقی تو خانواده ما بود. پدر من نوازنده بود، پدر من صفحه فروشی داشت، صفحه موسیقی می‌فروخت و لوازم موسیقی خودش تعمیر می‌کرد، لوازم موسیقی می‌فروخت، ساز می‌فروخت. همه اینا در واقع موسیقی، ادبیات و همه این چیزها باعث توی خانواده ما روان. استاد، آیا اصراری داشتید راه فردوسی رو در راستای ایرانیزه کردن سازهای کنسرتتون یا همین کار و استفاده از حالا نمادهای ایرانی، سازهای ایرانی، آیا اصراری بر این موضوع بود؟ بله حتما. بله من قصدم این بود که اصلا ساز غیر ایرانی نباشه. تنها ساز غیر ایرانی که این وسط گاهی صداش میاد یه چیزی به اسم تریانگل زنگیه که اون زنگ رو نمونهش رو یه جای دیگه نداشتیم. من میخواستم گاهی وقتا این زنگه مثل زنگ ساعت یه جایی بزنه. استاد، من آلبوم سیمرغتون رو گوش دادم، گفتم از موسیقی واقعا چیزی نمیدونم، الانم به عنوان این مخاطب عام دارم با شما صحبت میکنم، ولی حالا با دوستانی که توی این کار هستن یه صحبتی در مورد جناب عالی شد. شما با یه طنازی خاصی دستگاه‌های موسیقی رو در هم تنیدید. یعنی وقتی تو آلبوم سیمرغ نگاه میکنی، شور هست، بیات ترک هست، ماهور هست، نوا هست، اصفهان هست، شهناز هست، حسینی هست، دشتی هست، بیداد هست، چهارگاه. بله. میخواستم ببینم چه سخنی داره این تنیدگی، این تنوع، این زیبایی، این تبدیل دستگاه ها به هم، این ریتمی که از ضربان قلب سهراب میاد، نمیدونم از اون مکسی که ما میریم به آینده توی موسیقیتون حس میشه، اون جاهایی که احساس غم
دستگاه موسیقی عوض میشه. خب اصلا این یک کاری به نظر من شهودیه. یعنی نمیشه بگی تو یه دانشی داری داری اینو تبدیلش میکنی به یه کار حماسی. من احساس میکنم که یه شهودی میخواد توی خلق این اثر. یه توضیح در این مورد به من میدید؟ حتما. اصولا هر کار تخصصی نیاز به تخصصی هنری نیاز به 2 تا جنبه داره. یکی این که شما دانش یک کاری رو داشته باشید، دیگری ذوق این یک کاری رو داشته باشید، ذوق و سلیقه‌اش رو داشته باشید. اینی که من بدونم چگونه میشه دستگاه ها رو با هم دیگه قاطی کرد، از چه درجه چه دستگاه چه مقامی میشه رفت به مقام دیگری. من فکر میکنم که بیش از هر تخصصی دیگری در زمینه موسیقی تخصص آهنگسازی دارم، ذوق و سلیقه آهنگسازی دارم و اینو تو کارام میتونن شهادت بدن و این رو در طول این عمر 41-2 ساله فعالیت حرفه‌ای اثبات رسوندم که بیشتر در زمینه آهنگسازی موفقم. نوازندگی کار من هست، معلمی موسیقی کار من هست، ولی موقعی که آهنگ میسازم در یه دنیای دیگری هم واقعا. یعنی اونجاست که همسرم میگه که دیگه اوج خوشحالیته، اوج پروازته، اونجایی که دیگه داری به اوج میرسی، توی از بودن لذت میبری، موقعی است که آهنگسازی میکنی. چقدر زیبا واقعا تلفیقی از احساس، دانش و خبرگی است استاد. یعنی چیزایی که واقعا مورد نیاز هست تا یه اثری مثل سیمرغ خلق بشه و واقعا افتخاریه برای موسیقی سنتی، کلاسیک و حتی پاپ ایران که انقدر قشنگ تمام لحظه های حماسی، ریتمیک، همش در حتی من جایی شنیدم استاد شما یه اصراری هم داشتید که مثلا از کابلستان به فرض مثال یه داستانی در شاهنامه هست که حالا بله دیگه مهراب شاه، بله مهراب شاه، حتی یه مقداری موسیقی رو به موسیقی شرق دور نزدیک کرد. همینطوره. بله همینطوره. بله دیگه وقتی رفته میره کابلستان یه موسیقی رو در واقع من نوشتم که نیم از یک گام، از یک اکتاو، نیمیش پنتاتونیکه، نیمیش ایرانیه. چقدر جالب. با حذف یه نوت از یک گام، یه طرف گام رو کردم یک بهش میگن یه تتراکورد، یک دانگ رو کردم پنتاتونیک یعنی شرق دور، میگه 5 گام 5 نوته، و بخش دیگرش شده ایرانی. چقدر جالب. پس این به عمد بله. خیلی. بعد پیدا کردن نوازنده هایی مثل نوازنده های بربط، کمانچه، نمیدونم سازهای خاص توی اروپا کار راحتی بود؟ نه تو اروپا نبوده، اینا همه از ایران اومدن. برای همین قدر هزینه شد. اصلا شما که 40 نفر رو ما سوار هواپیما کردیم از ایران آوردیم، 40 نفر رو اقامت دادیم، 40 نفر از فرودگاه آوردیم به هتل، از هتل بردیم به فرودگاه. ما یه اتوبوس گرفته بودیم که در خدمت ما بود 50 نفره. یعنی 4 سال این جریان؟ نه 4 سال نه برای اون سفر اروپایی شد، اون که 2 هفته طول که 10 روز طول کشید کلا. نه فقط برای اون، ولی برای اون 4 سال که تو ایران نوازنده های انتخاب شد. ببینید من یه فراخوان دادم، یه نامه نوشتم که یه همچین اثری خلق شده و من تو اون نامه ذکر کردم که هم نسلای من حال و حوصله این که بیان بشینن 1 سال تمرین کنن این کار رو به جایی برسن ندارن. من به نسل جوان یه فراخوان میدم بیان و این کار رو اجرا بکنن. تعداد زیادی آدم، بچهای جوان جمع شدن. تو یه روزی من رفتم اونجا باهاشون صحبت کردم و همه گفتن ما آماده ایم. از این افرادی که گفته بودن آماده ایم 40 نفر انتخاب شدن اعضای اصلی این ارکستر و باقی موندن تا آخر. یه سوال تکنیکال هم یکی از دوستانم خواهش کرد که فرصت غنیمت بشمارم از شما بپرسم.
حالا به قولی گفتن از جناب عالی نقل شده که کوک ستار باید مطابق با دیاپازون باشه. بعد ایشون گفت که پیغام به من داد که شخصا دوست داشتم بدونم از نظر ایشون یه چنین کاری چه پتانسیل هایی از موسیقی ایرانی میگیرد و چه امکانات بالقوه‌ای به آن اضافه میکنه. ببینید سازهای ما به اصطلاح همه گیر شدنش مثل خود موسیقی ماست. ما یه موسیقی داشتیم که همیشه محروم بوده. کنسرواتوار نداشتیم، هنرستان نداشتیم، سالن کنسرت نداشتیم. در نتیجه سازم به همون بر اساس همون محرومیت رشد درستی نکرده. اگر اینکه ستار با کوک بالا نمیخونه، گاهی وقتا باید برگشت یه نگاهی هم که ببینیم اشکال فنیش چیه. اصولا چند تا دلیل داره این که من اصرار دارم به اینکه کوک دیاپازون داشته باشیم. اصولا سیم‌های نازک هرچی نازکتره مال سازهای کوتاه‌تره. یعنی ویولون سیمش نازکتره از ویولون آلتو سیمش نازکتر از ویولونسل، ولی ویولونسل سیمش نازکتر از کنترباس. اینا رو بر این اساس داریم. حالا ما یه ساز خیلی بلند داریم که سیمش نازکه، یعنی اون سیمه به اون بلندی نمیخوره، برای همین دو تا مضراب میزنن باز دستشون میره به کوک. چرا؟ چون اون سیم در حالت طبیعی خودش نیست، اون کشش لازم روی این سیم وجود نداره، برای همینه که این ناکوک میشه. بعد یه چیزی دیگه هم هست، ما به یه فرکانسی نامی میدیم. میگیم اگر یک صوتی، یه سیمی 440 بار در ثانیه ارتعاش کرد، اون رو مینامیم لا. حالا بر اساس اون لا یه ارتعاش دیگری میشه دو، یکیش میشه ره، یکیش میشه می. بر اساس اون وقتی ما به یه ارتعاشی میگیم دو، چرا یک کوک دیگری بکنیم اسمشو بذاریم دو؟ مثل اینه که به رنگ سبز بگیم آبی، یه جا دیگه به رنگ سبز بگیم نارنجی. هیچ کس بالاخره آخرش نمیفهمه که این رنگ کدومه. درسته؟ به همین دلیل هم تکلیف گوش موزیسین ایرانی مشخص نیست. یعنی این ناکوکی توی گوش اتفاق میفته که شما هر چی هست سازتو اونجوری که کوکه، کوک پایین باعث ناکوکی میشه. درود بر شما. قربونت. و میدونم خسته هم هستید. سوال آخر، میدونم که اهل مشهد هستید و من چون یه سابقه دوستی با بچه‌های تربت‌جامو دارم و اکثرا دوتار می‌نوازم. بله. خواستم ببینم تو آثارتون دلیل خاصی بوده که دوتار استفاده نشده یا استفاده شده؟ من استفاده شده. من یک اثری دارم به اسم ماه عروس. بله. که حالا خراسانی پیدا نکردم اون موقع بخونه، بعدشم بردم یه زمانی بردم پیش استاد شجریان، ایشون هم گفتش که حالا ببینم چی میشه و از این حرفا. منم اصولا آدمی نیستم که برم دنبال یکی در خونهش که بیا بخون. من فکر میکردم که خب همینقدر که برای من خیلی افتخاره که ایشون بخونه، برای ایشون هم باید باعث خوشحالی باشه که کار منو بخونه. برای همین دیگه پیگیری. بله آره، نرفتم دیگه پیگیریش، دادم مثلا به یه نفر کرد، دادم به صدیق تعریف اینا هنگ بخون. به هر حال تحت عنوان ماه عروس این کار آمده بیرون و توش دوتار با ارکستر تلفیق شده. اتفاقا چقدر عالی. پس ما یه ذوقی امشب داریم که بریم اینو گوش بدیم. ماه عروس رو میتونین توی همین توی اسپاتیفای اینا پیدا کنید. بله. خیلی معاشرت و خیلی مصاحبه خوبی بود شما. برای من امروز روز خوبی بود برای من که خدمت شما رسیدم. برای من هم همینطور. خیلی ممنون از لطفتون. صفای شما. حالا ان شاءالله ذوق دوممون اینه که بیایم توی کنسرتتون رو لذت ببریم. فدای شما. خیلی ممنون از